سلام، امید که جور صحتمند و سر حال باشین. سعید زاهد هستم با موضوع گرفتن تک سیاه یا همون تغییری نام با استیکر یا هم ایموجی ها. خب ما یک مثالش براتون نشان میتم. وارد اکانت فیسبوک خود میشم و براتون نشان میتم که چه رقم آیدی ما میخوایم درست کنیم. خب ببینید دوستا، این اسمش نازو است و همراه استیکر داره. ما همین رقم یک آیدی میخوایم درست کنیم. به خاطر درست کردن رقم آیدی ما نیاز به والت نیم نداریم، فقط به دو سه برنامه نیاز داریم که یکیش ویتنام وی پی ان است که اینجا براتون اشاره کرده هستم. این وی پی ان باید شما دانلود کنین. وقتی که وی پی ان دانلود کردین شما میتونین از طریق قضیه چون رایگان سرورهایش به کشور اندونزیا وصل شوین و بعد از شما به ویا براوزر یا به همین براوزری که اشاره کردم به این نیاز دارین. دیگه شما یک فایل نیاز دارین یا یک خط نیاز دارین که ما رو در کانال میمانم که بیاین تلگرام جستجو کنین بیست تکنیکلز. من در کانال وقتی که آموزش ماندم بعد از اون فایلم آپلود میکنم. شما میتونن اون وقت فایل از همین کانال بگیرین که فایل فعلا در فولدر جای ذخیره شده من است. وقتی که آموزش آپلود کردم من این فایل در کانالم میمونم که شما در کانال فایل یا این متنی که داخل فایل هست میتونین بگیرین. خب فایل باز کنین و متنی که داخل این فایل است تمامش کپی بگیرین. ببینین نوشته جاوا اسکریپت اینم تمامش کپی بگیرین و از این برنامه خارج شوین. حالا وارد ویتنام وی پی ان شوین. وقتی وارد ویتنام وی پی ان شدین صبر کنین یکم روی هانابی کلیک کنین و اینجا برین سرور اندونزیا را پیدا کنین و به یک از سرورهای امو وصل شوین. اینجا 4 سرور داره، به یک هر کدومش بخواین شما میتونین وصل شوین. خب یکیش انتخاب کنین. حالا روی علامه امو کانکت کلیک کنین. خب وی پی ان وصل شد. حالا برین و وارد ویا براوزر شوین. وقتی وارد ویا براوزر شدین اینجا جستجو کنین. در قدم اول خود روی سه خطی که در پایین است کلیک کنین و حالت سایت افعال کنین یا همون دسکتاپ سایت یا همون حالت دسکتاپ افعال کنین. وقتی که حالت افعال کردین در جای جستجو سرچ کنین که web.facebook.com add settings. خب میتونید شما web.facebook.com سرچ کنین و وارد ستینگ شوین، اما ما اینجا مکمل سرچ می‌کنیم و مستقیم وارد تنظیمات میشم. خب اکانت ما اینجا فعلا باز نیست. ما اکانت خود اینجا باز کنیم. یادتان باشه که شما باید قبل از اینکه وی پی ان وصل میکنین اکانت خود باز کنین، چون اکانت ما دو اف ای یا مو دو فاکتور داره، تایید هویت نمیره ولی از شما شاید تایید هویت بره. پس بنابراین باید که شما وی پی ان قبل از اینکه وی پی ان وصل کنین اکانت خود در براوزر باز کنین. خب ما ویدیو را قطع میکنیم. وقتی اکانتم باز شد دوباره ویدیو را از همینجا استارت میکنم. خب دوستا وارد تنظیمات شد. حالا که وارد تنظیمات شد شما ببینید web.facebook.com settings. حالا روی مرکز حساب ها که در بالا پایین تنظیمات نوشته است روی ازو کلیک کنین و وارد مرکز حساب ها شوین. وقتی که وارد مرکز حساب ها شد ببینید اسم اکانت ما علی احمد و چند علامه یکی دیگه است. خب حالا ما میخوایم این اسم چنج کنم به یک اسم استیکردار یا اسم همون تیک سیادار. همون متن کپی کرده بدیم همون را در منطقه جستجو یا در جای جستجو کلیک کنیم و بیاین در شروع متن. در شروع متن نوشته از زاهد یک علامه گک است. اونم علامه که میبینید براتون نشان داده در پهلوی زاهد کی است. اونم علامه تیک سیاه است. تیک سیاه یادتان باشه که فقط در فیسبوک لایت نشان میده ولی استیکرها را در هر فیسبوک نشان میده. پس از تیک سیاه کرده شما استیکر بزنین بهتر است. خب اینجا من یک اسم میزنم علی زاهد پاک کردم و اینجا علی زدم. حالا شما پیشتر ببینید در فرست نیم هم نوشته امو تیک است. در اینجا فول نیم بود، در فرست نیم هم امو تیک است. حالا تیک کار نمیگیره میریم پیشتر. میدل نیم خالی است. همین رقم خالی میمونه. خودتون میدل نیم بودن باز میتونن تغییر بدین. خب ببین اینجا هم زاهد نوشته است. زاهد هم باید شما با اون اسمی که در او فول نیم زدین در اینجا هم باید تبدیلش کنین. خب ما جلی زدم اینجا تبدیلش کنین. ببینید به خاطر از اینکه فهماندن شما ما اینجا هم استیکر میزنم
همون علامه تیک میزنم که هم اردوش قبول میشه، هم استیکر قبول میشه و هم علامه تیک قبول میشه. هم در شروع علی استیکر زدم و هم در فول نیمم در اینجا استیکر زدم. شما میتونید در هر نقطهش که بخواین استیکر یا تیک سیاه را بزنین. حالا روی انتر یا گو کلیک کنین، چند ثانیه منتظر باشین و بعد اوکی را بزنین. خب دوباره ریلود بگیریم تا که چک کنیم که اکانت ما اسمش چنج شده یا نشده. خب دوستا اکانت اسمش چنج شده. قسمی که براتون گفتم تیک آبی را فقط در فیسبوک لایت نشان، تیک سیاه فقط در فیسبوک دیگهش نشان نمیده. دوباره میم وی پی ان قطع میکنیم و میریم از طریق فیسبوک لایت چک میکنیم که تیک سیاه چه رقم معلوم میشه تیک سیاه را ما گرفتیم یا نگرفتیم. خب ببینید ما تیک سیاه را گرفتیم. اول یک استیکر داره علی، باز تیک سیاه وارد اکانت میشم و از خود اکانت چک میکنم. خب طوری که میبینین اسم یک استیکر داره و تیک آبی هم داره. خب با این طریقه شما میتونین یا استیکر یا تیک آبی یا هر رقم استیکر که بخواین به اسم فیسبوکتان اضافه کنین. این هم بود آموزش تغییر اسم به استیکر دار یا هم گرفتن تیک سیاه. آموزش بعدی. خدا نگهدار و مددگارتان.